کاشان با بناهای تاریخی بسیار و معماری کهن و شایان تحسین خود از دیرباز مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است. این شهر یکی از اولین مراکز تشکیل دهنده تمدن انسانی در فلات ایران است. تپه‌های تاریخی 9000 ساله سیلک در کنار ابنیه باستانی و بافت تاریخی ارزشمند غنای خاصی به این شهر بخشیده است. بر اساس بررسی‌های علمی پروفسور گریشمن در سال 1311 خورشیدی قدمت آثار به جا مانده در این تپه‌ها به هزاره‌های پنجم قبل از میلاد می‌رسد. این تمدن کهن نقشی برجسته در معماری ایران دارد که تا به امروز نیز آثار آن هویداست. تزئینات وابسته به معماری در این شیوه به اوج رسیده و از این نظر کاشان همچون موزه‌ای فراخ و مملو از تزئینات چشم نواز است. نحوه تکوین این تزئینات و شیوه مرمت آن از موضوعات مورد اشاره در این برنامه است تا دریچه دیگر گشوده شود به توانمندی معماران کهنه‌کار این دیار، معمارانی که از ابتدای کار و از هنگام به کارگیری خشت که جزء مصالح اولیه بنا به شمار می رفته زیباترین نقش ها و طرح‌ها را هنگام ایجاد دیوارها و پوشش گنبدها و ایجاد گوشواره ها، مقرنس ها و طاق‌نماها خلق کردند و در روند تکامل آن گرهچینی، گلاندازی و گرهسازی آجرکاری های بی‌نظیری را به وجود آورد. مسجد آقا بزرگ کاشان یکی از مساجد بسیار زیبا و لحاظ معماری ارزنده معماری ایران به حساب میاد. مشهور به عروس مساجد خاورمیانه، یعنی اینکه در واقع ما ضمن اون وسعت، زیبایی، عظمت و فضاسازی مسجد اصول اربعه معماری رو دقیقاً کامل در مسجد آقا بزرگ میبینیم. سردر مسجد آقا بزرگ در واقع مقرنس یا قطاربندی در از اوج هنر کاربندی و اصول اربعه معماری. وارد هشتی مسجد میشیم، نمونه های از اصول اربعه معماری ایران رو داریم میبینیم. در سقف هشتی یک گره موریانه است در مرکز شمسه سقف، بعد اطراف اون رسمی بندی تر پای گنبد هشتی مسجد یزدی بندی داریم در واقع، یا تاسه سازی در معماری. توی صفه های اطراف هشتی و تاقچه های هشتی باز مقرنس و قطاربندی داریم. اصلا اینقدر معمار سازنده و بانی محترم در اون زمان خیرمندانه و با عشق کار کردن، خود هشتی مسجد رو میشه براش کتاب معماری نوشت. یعنی نمونه هایی از اصول اربعه معماری فقط توی هشتی مسجد داریم. وارد مسجد میشیم، صحن بزرگی داریم، گودال باغچه داریم. در واقع مسجد آقا بزرگ هم مثل باغچه داره، یعنی سطح حیات پایین خانه همتراز آب قنات اون زمان هست. اطراف مسجد دوباره در گودال باغچه حجره ها رو داریم. در همون زمان در واقع بانی مسجد رو برای ترویج علوم دینی و حوزه علمیه ساخته. یعنی مرحوم خانبان خدا بیامرز داماد ایشون ملا مهدی نراقی، ملا مهدی کوچک بوده. بعد نیست این رو هم اشاره‌ای داشته باشیم. ملا یک فرزند داشته به نام ملا مهدی، یعنی هم اسم خودش بوده. مردم اون زمان قاجاریه، مردم اون زمان میگفتن آقا بزرگ، آقا کوچک. آقا بزرگ پدر بوده و آقا در واقع کوچک فرزند بوده، همون کسی که مسجد به افتخار اون توسط پدر خانمش ساخته شده، مرحوم خانبان. ملا مهدی کوچک در واقع زمانی که محمد شاه قاجار میاد در کاشان و با ایشون نشستی داره، میبینه ایشون شخصیت برجسته، عالم ربانی و بزرگیه.
بعد موقعی که با ایشون آشنا میشه میگه چرا به شما میگن آقا کوچیک؟ میگه چون پدرم هم ملا مهدی، من هم مهدی هستم. میگه نه شما آقا بزرگ هستید. از اون زمان دیگه به ایشون خطاب میکنن آقا بزرگ. لذا این مسجد به افتخار ایشون ساخته شده و از همون زمان در واقع به منظور هم مسجد، یعنی در واقع برای از کنم که عبادت و نماز و اینها ساخته شده و همینطور از همون زمان حوزه علمیه بوده. الان هم به عنوان حوزه علمیه در کاشان. اون صحن زیبا، غرفه های اطراف صحن، توی سقف غرفه ها هم دوره کاربندی داریم. بعد اطراف با بالای کتیبه ها و جرزهای غرفه های اطراف صحن کاشیکاری داریم، معقلی داریم، کاشیکاری عرض کنم حضور شما که رسمی داریم، مقرنس داریم. بعد ایوان مسجد، یک ایوان بسیار با عظمتیه که داخل سقف ایوان دوباره معماری داریم، داخل رسمی بندی کار کاشیکاری معقلی شده. و اما گنبدخانه، از ایوان وارد گنبدخانه و مقصوره مسجد میشیم. این خیلی مهمه. در اون زمان یعنی حدود نزدیک 2 قرن پیش معمار سازنده گنبد مسجد که دارای 16 متر دهانه آمده 3 تا سقف ساخته توی گنبد. یک سقف شما از داخل مقصوره که وایسادید نگاه بالا میکنید، اون سقف رو میبینید، بهش میگیم عرقچین توی معماری. از پایین عرقچین رو میبینید. توی از وسط گنبد، توی کمر گنبد یک دریچه که میتونیم وارد بشیم روی اون سقف، در واقع روی اون گنبد عرقچین. اونجا رو بهش میگن آهیانه، یعنی جمجمه. روی جمجمه گنبد که وارد شدیم نگاه میکنیم بالا، یک سقف مرتفع و خیلی تیز میبینیم. یعنی شد 2 پوسته، یک پوسته زیر، داخل گنبد پوسته درونی رو میبینیم. به اون پوسته میگن قوس دزد، یعنی قوس حمال، قوس باربری که مخفیانه نیروی اون گنبد بیرونی رو، یعنی پوسته سوم رو که پوسته آوگون بهش میگن، یعنی آویزان توی آسمان معلقه از استوانه و دیوارهای گنبد زده بیرون با اون وزن سنگینش. این قوس دزد داخلی وزن بار گنبد آوگوندار رو میگیره، در واقع گنبدی که توی معماری بهش میگن پتجین، یعنی بیجان. اون گنبد دیگه نمیتونه وزن رو تحمل کنه. قوس داخلی گنبد رو میگیره، فشارش رو منتقل میکنه به دیوارها، دیوارها هم به زمین. خب این فن معماریه از اون زمان توی گنبد خیلی حائز اهمیت، خیلی مهمه. اون معمار سازنده در اون زمان با حداقل مصالح و سادت نوع مصالح این گنبد رو ساخته، توی آسمان وایساده 2 قرن، 10 قرن دیگه همچنان میتونه ایستایی خودش رو داشته باشه. حالا اینکه اگر ما امروزه از مهندسین سازه بخوایم یه دهانه 16 متر رو با تیر بتونی یا فولادی طراحی کنن، میترسن، نگران هستن. حساب کنید اونها کیا بودن، خدا رحمت کنه، اون کسانی که هم این آثار رو خلق کردن به عنوان معماران زمانه و هم کسانی که واقعا بانی این سبب خیر شدن و این آثار رو در واقع از کم ایجاد کردن. یکی از ارزش‌های پیشینیان رقبه در موقوفاته. یعنی آثاری مثل مسجد آقا بزرگ خود این اثر وقف و مدرسه. اما این مسجد یک تعدادی رقبه داره، یعنی آمدن مثلا یک مغازه هایی رو در بازار، یک سری املاکی رو در سطح شهر رقبه مسجد قرار دادن، به این منظور که در واقع درآمد اون رقبه از این موقوفه نگهداری کنه، که اگر رقبات مساجد نباشه این مساجد نمیتونه روپا بمونه. مثلا ما آمدیم در سالهای گذشته غرفه های سمت راست صحن بالای مسجد رانش داشت، حرکت کرده بود به طرف کوچه مجاور. خب اون غرفه ها رو سقفش رو اومدیم لخت کردیم، آوارش رو برداشتیم، سبکسازی کردیم و با مش گالوانیزه اون غرفه ها رو دوختیم و یک پارچه سازی کردیم، کاربندی زیرش رو مرمت کردیم. خب این دیگه تا از کم قرنها دیگه دچار مشکل نمیشه. اگر نبود اون رقبه و اگر اون درآمد مسجد نبود نمیتونستیم ما این کار رو بکنیم. تأمین منابع مالی برای حفظ و مرمت یک اثر تاریخی
از مهمترین مسائل در این زمینه است. در گذشته هزینه‌های مورد نیاز تعمیر و نگهداری بناهای عمومی از طریق رقبات تأمین می شده است. این رقبات همچون پشتوانه‌های مالی امکان سرپا نگه داشتن یک بنا و فعالیت‌های عامل منفعی که در آن انجام می شده را فراهم ساختند. اما تأمین منابع مالی در نگهداشت بناهای عمومی دیگر با جمع‌آوری کمک به صورت دوره‌ای انجام می گرفته و به این و احیای بنا مهیا می شده است. در مورد بناهای خصوصی و به ویژه خانه‌ها کار با دشواری‌های فراوانی روبرو بوده که انتقال اموال به ورثه و اختلاف نظر در میان آنها باعث رسیدگی نکردن به بنا و نهایتاً ویرانی آن می شده است. چنانچه دولت در این باره کار مؤثری انجام ندهد، این بناهای ارزشمند در اثر بی‌توجهی دچار انزوا و سرانجام تخریب می شوند. نقش دولت در این مقطع بسیار مهم و تعیین کننده است، به ویژه در مورد آثار ارزشمندی که بعضاً به ثبت ملی نیز می رسند و گاه شوربختانه امکان حفظ آن میسر نمی شود. توجه پیشینیان ما به این مقوله نشانگر توجه آنها به همه جوانب کار است و به همین سبب است که تا ظهور عصر مدرن بسیاری از بناهای ما دوام آوردند. تیمچه امین‌الدوله کاشان بخت آن را داشته که مرمت شود و یادگاری باشد برای ما و نسل‌های آینده. تیمچه امین‌الدوله یکی از مراکز تجاری بسیار ارزشمند معماری ایران هست. من با جرئت میتونم بگم زیباترین و ارزشمندترین اثر تجاری کشور به شمار میره تیمچه امین‌الدوله. در اون زمان نزدیک 2 قرن پیش معمار اون مرحوم توپچی هست. معماری هستش که در واقع پدر استاد جعفرخان کاشی که رستم معماران ایرانیشون مطرح بوده. اون محراب مسجد آقا بزرگ کار استاد جعفرخانه، سردر موزه اصلا باغ ملی ایران در تهران کار استاد جعفر کاشی هست. تیمچه امین‌الدوله اگر دقت کنیم میبینیم که سقف اون یزدی بندی، یعنی دومین کار اصول اربعه معماری با اون دهانه بزرگ و اون ارتفاع، اون یزدی بندی ساخته شده. داخل آلات یزدی بندی از کنم کاشیکاری معقلی شده بسیار زیبا و همینطور اطراف در واقع اون تیمچه در طبقات، در 2 طبقه، طبقه فوقانی یعنی مجاور حجره های طبقه بالا و مجاور حجره های طبقه پایین، در سر نبش از فضای تیمچه صفه هایی داریم که مقرنس کار شده، مقرنس های آویز با قندیل های آویز بسیار زیبا. همینطور رسمی بندی داریم داخل تیمچه، گره در معماری داریم. باز هم اصول اربعه معماری رو معمار سازنده سعی کرده به کار ببره. به هر حال این تیمچه هم حدود 2 قرن ساخته شده. تجار کاشان توی اون تیمچه در واقع تجارت میکردن، هنوز هم دارن تجارت میکنن. خب به هر حال طبیعتاً توی 2 قرن استفاده از تیمچه سبب شد که یک مقداری ضعیف شده بود، رانش داشت تیمچه. خب وزن بار آواری که سالها روی اون انباشته شده بود با اندود کاگل سنگین شده بود و بعضی از تیمچه های اطراف اونجا، کاروانسراهای اطراف اونجا رطوبت نفوذ کرده بود به زیر پایه ها و باعث رانش و ایجاد شکاف در سقف شده بود و بعضی از قسمت های کاشی های یزدی بندی هم در واقع معلق شده بود، حتی بعضیش ریخته بود. لذا خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی کشور چند سال پیش آمد کاشان، به هر حال زیر نظر یکی از معماران بزرگ سازمان میراث فرهنگی حضرت استاد محب علی در واقع این تیمچه مرمت و بازسازی شد خوشبختانه و به سبک قدیم خودش دقیقاً تثبیت شد. حفاظت از بناهای ارزشمندی که به ثبت ملی رسیدند عامل مهمی است که باعث تشویق مالکان این ابنیه و توسعه فرهنگ مرمت می شود. مرمت و بازسازی این گونه آثار سبب ترویج فرهنگی است که به دستاوردهای پیشینیان احترام گذاشته و امکان استفاده بهینه از آنها به گونه‌ای که
بتوانند در روزگار ما نیز به حیات خود ادامه دهند را میسر می‌سازد. مرمت خانه طباطبایی ها یکی از الگوهایی است که باعث هموارتر شدن این مسیر و پیوستن افراد و اقشار دیگر به این کار ارزشمند می شود. شروع کردیم مرمت، عرض کنم حضور شما که خانه طباطبایی رو در همون سال 73 ظرف مدت 11 ما تونستیم خانه رو مرمت کنیم. خب 2000 متر گچبری داشت، سقف‌ها خیلی ریخته بود، سقف ایوان افتاده بود، 1 متر آوار روی بام بود، همه تیرهای حمال خانه رو موریانه، حدود 150 عدد تیر رو موریانه خورده بود و جای چوب‌های تیر همه خالی شده بود. به هر حال خونه مخروبه‌ای بود که سالها رها شده بود و در واقع حدود عرض کنم که شاید 300 نیسان زباله خانه طباطبایی مرمت شد. آقای دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهور در اون زمان، خدا رحمت کنین، شخصیت برجسته و عالم بزرگی که در دولت اون زمان بود، ایشون آمدن اونجا رو بازدید کردن و افتتاح کردن. بعد اعتبار آمد، خانه عباسیان رو خریدیم، مرمت کردیم، به عنوان ارزشمندترین اثر تاریخی مسکونی دنیا در سال 74 مرمت شد. بعد وارد خانه آمری ها شدیم، بزرگترین خانه ایران، خانه آمری ها 12000 متر وسعت. بعد از خانه طباطبایی و عباسیان مرمت شد. به هر حال یه تعدادی از خانه ها رو در اون زمان ما مرمت کردیم با اعتبار دولتی. بعد آمدن دیگه NGO ها آمدن، دانشگاه ها آمدن، اصلا مردم آمدن و این اتفاقی که الان خوشبختانه این رخداد تاریخی که الان در کاشان اتفاق افتاده و اقشار مختلف از جاهای مختلف، استانها و حتی خارجی آمدن و این نهضت رو ادامه میدن. هزینه هنگفت مرمت بناهای تاریخی باعث می شود بخش خصوصی محتاطانه وارد این حوزه شود و گاه برای تأمین این هزینه ها کاربری های سودآوری را پیشنهاد دهد که می تواند باعث آسیب رسانی به این آثار گردد. مدیریت کردن این هزینه های مرمت این اثر تا استفاده بهینه از آن پس از بازسازی نیازمند دانشی وسیع و همه جانبه است. اگر بی توجهی در هر یک از این مراحل انجام شود، آثار گرانقدر ما نقشی می شود بر دیوار خاطره ها. خاطره‌ای جدا شده از روزگار ما که آرام آرام دور و دورتر می شود. فراموشی گذشته عارضه‌ای است که ابتلاع به آن سبب است، زیرا عاطفه و علاقه‌ای به آنها احساس نمی شود و این سرآغاز از دست دادن هویت فرهنگی یک ملت است. زنگ خطری که اکنون به صدا در آمده. خانه تاریخی عباسیان یکی از خانه‌های بسیار ارزشمند معماری ایران در دوران قاجاریه در کاشان، در محله سلطان امیراحمد. موضوع بحث ما بحث عرض کنم حضور شما که زمانهای قدیم که معماران ایرانی برای پوشش دهانه‌های خیلی بزرگ، برای پوشش فضاهای خیلی بزرگ نگران بودن که نمیتونستن یک باره دیوار رو به مرکز طاق نزدیک کنن و طاق رو بپوشند، چاره اندیشیدن
که چه کار باید بکنیم. آمدن در معماری ابداع کردن، یعنی آمدن یک سری قالب‌های گچی روی زمین ریختن و این قالب‌ها رو تو داخل فضا در واقع نصب کردن. این قالب‌ها در واقع فضا رو متقاطع کرد. اگر دقت کنیم الان یک قالبی از روی این دیوار رفته بالا و از اون ور اومده روی دیوار مقابلش. این موضوع 4 طرف تکرار شده، بعد بین این دوباره یه از کلم شاه قالبای دیگه نصب شده و نهایتاً این فضا در واقع متقاطع شده، قطع شده، یعنی سقف از یک پارچگی آمده بیرون. این رسمی بندی در واقع نقش سازه‌ای در معماری داره، مثلا مثل تیراهنی که میان فضا رو با تیراهن ابتدا قاب بندی میکنن، داخلش رو با آجر پر میکنن. این دقیقاً کاری هستش که در اون زمان اومده فضا رو متقاطع کرده، بعد به راحتی تونستن داخل آلت‌ها رو بپوشن. مثلا آلت از پاباریک داریم، تورنج داریم، سینه‌باز داریم، سوسنی داریم. به هر حال این فضا متقاطع شده و به راحتی این سازه رسمی بندی در واقع پوشش کار سقف رو آسان کرده. لذا این رسمی بندی نقش سازه‌ای در معماری داره. البته با گسترش انواع و اقسام طرح‌های رسمی بندی و تنوعی که بعداً اینقدر توی این کار اضافه شد، رسمی بندی نقش سازه‌ای هم پیدا کرد. بعد این رسمی بندی رو آمدن آلات رسمی بندی رو خرد کردن، یعنی این کاری که در واقع با هدف سازه ایجاد شده بود آلات رو خرد کردن، ازش یزدی بندی رو منشعب کردن. یکی از حلقه‌های مهم در توفیق چرخه گردشگری به کارگیری راهنمایان خبره گردشگری است. چنانچه مخاطب با نشانه‌های یک اثر ارتباط برقرار کند، مسیر کاوش و کندوکاو در ذهن او پدید می‌آید و گشودن هر راز باعث ترغیب او به واکاوی بیشتر و کشف رازهای دیگر می‌شود. این موضوع درباره گردشگران خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا معرفی زیر و بم فرهنگ بیگانه نیازمند کسب تجربه و مهارت و با فرهنگ‌های دیگر است. اگر این حلقه ارتباطی به خوبی برقرار نشود، مخاطب همواره از فاصله دور صرفاً مشاهده‌گر است و نمی‌تواند راه به درک. در نتیجه نیز این آسیب زمینه ساز دور شدن و قطع ارتباط مخاطب با گنجینه‌های فرهنگی می شود. در پس هر یک از این نقوش رازی نهفته است که جوینده واقعی را به کاوش بیشتر فرا می‌خواند. دقت کنید، این یزدی بندی در واقع یک کار تزئینات معماری که بیش از 2 قرن پیش توی سقف تالار و ایوان خانه عباسیان ساخته شده با ساده نوع مصالح خاک، کاه و گچ و نهایتاً آمدن داخل تاسه ها رو گچبری کردن و یه رنگی هم بهش اضافه شده، نقاشی شده. امروزه به عنوان با جرأت میتونم بگم زیباترین کار تزئینی که دنیا مطرحه. یعنی بعد از 2 قرن توی تزئینات معماری توی دنیا ما کاری از این قشنگتر نداریم. خب رسمی بندی رو گفتیم، آلاتش رو خرد کردن و یزدی بندی رو ایجاد کردن. زبان حال یزدی بندی اینه، میگه جانا من و تو نمونه پرگاریم، سرگرچه دو کرده ایم یک تن داریم، از نقطه روانیم کنون بر پرگار، در آخر کار سر به هم بازاریم. آخر کار تورنجا هستن که اطراف شمسه سر به سر گذاشتن و در واقع اون شمسه زیبای وسط رو که خیلی زیبا گچبری و نقاشی شده تشکیل دادن. ما توی مرمت و بازسازی خانه عباسیان در واقع این کار رو فقط مرمت کردیم. کار دقیقاً مربوط به 2 قرن پیشه، کار قدیم خودشه و این کار خوشبختانه ماندگار شده.
بعضی از معماران قدیم در واقع به طاقهای بزرگ، به سقف ایوانها، به محرابها، در واقع سقف محرابها، این رو میگن مقرنس. اما زمانی که میاد توی گوشه طاقها، مثل این کار بسیار زیبایی که توی این ایوانچه خانه عباسیان اجرا شده زیر طاق و در گوشه کار، بعضی از معماران در واقع مقرنس وقتی این حالت رو پیدا میکنه، پی در پی ساخته شده، به این میگن قطاربندی. ولی واقعیت نیست که هر دوش درسته، یعنی هم مقرنس که تو کل طاق بسته بشه و آویز داشته باشه، قندیل داشته باشه، و هم مقرنس یا قطاری که به این شکل باشه. به هر دو اینها اطلاق میشه، مقرنس یا قطاربندی، چون توی خود طاق هم این در واقع پایه آویزها، این قندیله ها در واقع تکرار شده، همون حالت قطار رو در طبقات مختلف داره. کار چهارم از اصول اربع معماری گره سازیه، گره چینیه، گره سازیه. گره سازی هم توی طاق استفاده میشه ازش، هم تو بدنه و هم توی کف، با انواع و اقسام مصالح. توی دربهای از چوبی گره استفاده میشه، توی آینه کاری گره داریم، توی گچبری. اینجا ما در واقع داخل گچبری گره رو میبینیم. اینجا یک گره کند در واقع دو پنجه، یعنی آلاتش کند، زاویه های کنده. اومده اینجا یک گره کند دو پنج، این دو تا پنجه، دو پنج با شمسه 10. احسازی اینجا در واقع توی بدنه کاره. ما توی دربهای درودگری هم الان خواهیم دید گره رو، توی سقف هم خواهیم دید، توی سنگ فرش کف هم خواهیم دید. گره سازی در واقع چهارمین کار اصول اربعه معماریه که از افتخارات ملی هنر در واقع معماری اسلامی ایران بشه. معماری کهن این سرزمین تاریخی چند هزار ساله دارد، اما تلاش هایی که برای شناسایی و معرفی آثار به جا مانده صورت گرفته پیشینه‌ای کوتاه دارد. اندک زمانی است که دلسوزان فرهنگ و هنر این مرز و بوم به صورت جدی به بازنگری و بازسازی این آثار گرانسنگ روی آورده و کوشیدند تا گرد و غبار قرون را از سیمای این گوهرهای تابناک بزدایند. آثار تاریخی کاشان یکی از این گنجینه هاست که گوهرهای چشم نواز و خیالانگیز زیادی را در دل خود دارد و در کنار توجه‌های به عمل آمده، اقدام‌ها و تصمیم‌های مؤثری را برای احیا و بازشناسی می‌طلبد. مرمت بافت‌ها و ابنیه تاریخی تنها در تسلط به علوم و فنون ساختمانی محدود نمی‌شود. مرمتگر لازم است برای شناخت واقعی و همه جانبه یک بنا و بافت تاریخی از همه ارتباطات فرهنگی، فنی و اجتماعی مطلع باشد. آگاهی از تاریخ اجتماعی، سیاسی، آداب و رسوم اجتماعی، دانش، مذهب و هنر لازمه درک و فهم عمیق از یک بنای تاریخی و حوزه پیرامونی آن است. شرط موفقیت در گستری چنین وسیع از حوزه‌های مختلف علوم، مشاوره و بهره‌مندی از نظرها و عقاید کارشناسان خبره است. محله سوریجان که از محله های بسیار قدیم و بافت تقریباً دست نخورده در کاشان، که از محله های اصیلی که خانه های بسیار ارزشمند و زیبایی توی محله سوریجان داریم. تعدادی مسجد داریم، مسجدهای در واقع با همون معماری قاجاری مرکز محله. گذر سوریجان رو داریم که یکی از گذرهای بسیار اصیلی تو محله های قدیم کاشان معمولاً مرکز محله داشتیم. گذرها همه نیازهای محل رو تامین می‌کرده. اون زمان بقالی بوده، قصابی بوده، حتی آهنگری بوده، آب انبار داریم، مسجد داریم، سیپک داریم. به هر حال همه نیازهای محل رو مرکز محله تامین می‌کرده و خوشبختانه گذر محله سوریجان همچنان سالم باقی مونده. معماری ما معماری مردمواریه، یعنی این تختگاه رو ساختن برای مردم، مال صاحب خونه نیست.
اون پیرزن پیرمرد خسته که توی کوچه رهگذر، اون زمان که ماشین نبوده که، روی تختگاه پیرنشین خانه من میشینه، لختی نفس تازه میکنه، دوباره راهش رو ادامه میده. این بحث مردمواری در معماریه که نمونهش تختگاه پیرنشینی که اینجا داریم. از تختگاه پیرنشین وارد هشتی شدیم. ما توی خونه عباسیان روی اصول اربعه معماری صحبت کردیم دیگه. حالا سقف این هشتی هم رسمی بندی رسمی خیلی ساده است. از هشتی در واقع باز هم هشتی در واقع پیش ورودی مجموعه خانه است. از هشتی وارد خانه میشیم. سطح گودالباغچه هر خونه ای رفته همتراز سطح آب قنات مربوطه. خب اینجا آب دولت آباد رو داشتیم، لذا سطح گودالباغچه در واقع آب قناتی که اینجا رو شرب می‌کرده. این خانه که از خانه‌های اصیل کاشانه. تو خونه‌های عام‌نشین معمولاً اگر تزیینات معماری داشتیم بسیار ضعیف‌تر بوده، نجیب‌تر بوده، متین‌تر بوده، مثل سقف ایوان اینجا. این سقف ایوان اینجا یزدی بندیه که استاد سبزیکاریان از استادای خوب ما و هنرمند ما که توی این خونه‌های تاریخی خیلی زحمت کشیده، عملاً توی مرمت این کاربندی‌ها اینجا هم داره خصوصی روی یزدی بندی ایوان کار می‌کنه. این سیمای زیبا و خیال‌انگیز چنانچه زلزله‌ای رخ دهد دچار چه سرنوشتی خواهد شد؟ تاب و توان این گونه آثار که از درازنای تاریخ به روزگار ما رسیدند در برابر تکانه‌های گاه و بیگاه گهواره طبیعت چگونه خواهد بود؟ دانش نوین در این باره چه راهکارهایی ارائه کرده تا این گنجینه‌ها از خشم طبیعت در امان بمانند؟ سرای عرفانی رو اومدیم بامش رو آواربرداری کردیم و بام این ساختمان رو یه پارچه کردیم. اومدیم با مش گالوانیزه و گچ و کاه روی تاق، روی بعضی از قسمت‌ها، روی تویزه ها 3 لایه، روی تاق‌ها 1 لایه مش کار کردیم و با گچ و کاه کل تاق ساختمان رو دوختیم. یعنی الان بام اینجا یه پارچه است. اگر ما این تاق همین اتاقی که الان درونش هستیم اطرافش رو با فرز ببریم، با جرثقیل تاق دوخته شده و یه پارچه سازی شده. یک دوم این که در واقع ما اصولا تو خونه‌های تاریخی رانش طبیعی داریم، همیشه تاق‌ها ترک می‌خوره. خونه‌هایی که مقاوم سازی میشن تحت هیچ شرایطی دیگه ترک نخواهد خورد، یعنی اون فشار افقی تاق خنثی میشه، لذا این تاق دیگه هیچ وقت رانش نداره که ترک بخوره. در واقع ما توی تاق‌های قوسی 2 نوع فشار داریم، هم افقی و هم عمود. توی تاق‌های تخت آسمانه فقط فشار عمود داریم. لذا به این جهت چون در واقع نقاط کامل و مختلف تاق به هم دوخته شده، هیچ وقت این تاق دیگه رانش نداره که انه شما یه ظرف رو دمر گذاشتید تو دیوار، تاق یه پارچه شده و رانش طبیعیش در واقع جلوگیری شده. اما اگر یه دیوار خراب بشه مثلا توی زلزله، 100% ضد زلزله نیست کاری که ما کردیم، شاید 40% مقاوم سازی در برابر زلزله موفق شدیم انجام بدیم. اگر یه دیوار تخریب بشه باز تاق پایین نمیاد، تاق باز هم وای میسته. در قسمت پایین ساختمان ها دیوارها زیربندی شده، قسمت هایی که پوسیده بوده و رطوبت داشته بر واقع رطوبت زدگی ها تخلیه شده و عرض کنم حضور شما که زیربندی شده با آجر و ملات سیمان. زیربندی هم بخشی از در واقع مقاوم سازی اصل سازه ساختمانه. جرزهای باریک که داریم مثل این تو معماری، جرزهای باریک میگیم لغاز. بغل این جرزها اومدیم همون در واقع توری گالوانیزه رو گذاشتیم و جرزها رو باز به هم دوختیم، یعنی این جرزها رو هم حداقل مقاوم سازی رو در واقع درش به کار بردیم. پیکاری دیرینه از سوی کسانی که برداشتی سطحی از مدرنیته و نوگرایی دارند در برابر مرمتگران آثار تاریخی وجود دارد. این تلقی نادرست که حفظ این آثار منجر به واپسگرایی ذهنی می شود همواره باعث مخالفت عده‌ای بوده است. تغییر این باور نادرست مستلزم فرهنگ سازی در این حوزه است. عرض کنم حضور شما که اونهایی که در واقع علیه ما کار میکردن از ما داغ‌تر شدن، خودشون خونه خریدن، مرمت کردن، زنگ زدن که آقای فلانی داره خونه‌اش رو خراب میکنه، حیف مثلا. اصلا جو عوض شد. مردم آمدن خانه ها رو خریدن، NGO ها آمدن خانه ها رو خریدن، دانشگاه کاشان، انجمن سهراب سپهری، نمیدونم اصلا رزمندگان روح الله خانه ها رو خریدن، شروع کردن مرمت کردن. اصلا انقلابی توی کاشان رخ داد. تا الان از 800 داریم
متجاوز از 200 خانه تاریخی مرمت و احیا شده و خب خوشبختانه کاشان به عنوان یک محور توریستی فعال کشور معرفی شد. خارجی ها آمدن از کشورهای مختلف دنیا توی کاشان سرمایه گذاری میکنن. این خیلی مهمه. یعنی به دنیا میگن که کاشانی ها تمدن دارن. من یا میلیاردها پول رو از که فرانسه میارم، از آلمان میارم، از کشورهای مختلف میان و خانه ها رو میخرن. ما توی زمینه مرمت نه تنها موفق شدیم بناها رو مرمت کنیم، نه تنها موفق شدیم خوشبختانه که توریست رو وارد شهرمون و کشور بکنیم، حتی موفق شدیم در این زمینه نیرو پرورش دادیم. در کشور ما آثار فرهنگی بسیاری از دوره‌های مختلف تاریخی وجود دارد. حفظ و صیانت از این میراث به جا مانده که بیانگر هویت تاریخی ماست به متخصصان هنرمند نیاز دارد. این متخصصان علاوه بر شناخت جنبه‌های هنری لازم است آشنایی کافی با ساختار و مواد تشکیل دهنده این آثار و کنش و واکنش آنها داشته باشند. تنوع سبک‌های معماری که متأثر از اقلیم‌های گوناگون این سرزمین است، روش‌های متنوعی را در معماری بناها سبب شده که هر یک همچون مدرسه‌ای باشند برای آموختن. کسب تجربه و شناخت معماری هر اقلیم زیربنای تشخیص صحیح در هنگام مرمت ابنیه تاریخی است. اگر لغزش در مرحله آموزش و تجربه اندوزی صورت پذیرد، اثرات شوم آن در آینده متوجه معماری و از آن مهمتر مرمت ابنیه تاریخی خواهد شد. اصلا نداره، شک نکن، اون خط 100% خط آسانش صاف بوده. مثلا چقدر؟ 50-70 درصدش. 50 همون میشه تا اون دیگه فرقه وسط دو تا مثلا یه مقداری چیزه اینجا پهن میشه. نمیتونیم کم کنیم چون جلزه داریم. این به این شکل بده فکر کنم. این یکی جدیدتره. این ستایی که اینجا داریم دوباره یه قاب یه دونه دقیقه باری کلی قاب بزرگه این. قاب بزرگه. هم بزرگه. یه قاب بزرگه. من از طفولیت در واقع علاقه‌مند بودم به کار بنایی. خدا رحمت کنه استاد من رو مرحوم حاج عیب‌الله بزرگی همیشه ورد زبونش بود، میگفت تو 4 سالت بود من برای بابات خونه رفتم. در سن 4 سالگی توی باغچه خونه‌تون از صبح تا شب با گل خونه می‌ساختی خراب می‌کردی. میگفتم این بچه بنا میشه. یعنی میشه استاد من این حرف رو میزد. به هر حال من 7 سالم بود رفتم شدم شاگرد همین حاج عیب‌الله بزرگی رحمت الله. مرمت حاصل تجارب و دانسته های معماران پیشین است که هر یک در دوره‌ای تجربه‌ای به آن افزوده تا به روزگار ما رسیده. یاری جستن از دانش نوین در پیوند با یافته های کهن می تواند مؤثر واقع شود و آثار ارزشمندمان را صیانت کند. به همین منظور آموختن فنون و روش‌های معماران گذشته گام نخست در ورود به این عرصه است. شاگردی کردن نزد استادان و معماران کارآزموده، دست یافتن به گنجینه دانشی است حاصل کوشش نسل‌های متمادی در طول تاریخ. خیلی علاقه‌مند بودم، شیفته بودم. 13 سالم بود شدم یه استاد بنا. همین خیابان علوی که الان به عنوان محور توریستی و گردشگری ایران مطرح هست تازه احداث شده اون زمان در سن 7 سالگی، یعنی مثلا 53 سال پیش. اون زمان من در سن 13 سالگی خیابان احداث شده بود، مغازه‌هایی که خراب مثلا می‌خواستن بسازن، خانه‌هایی که تخریب شده بود، سقف‌های پوششی رو مثل سقف‌های همین اتاق که در خدمتتون هستیم من در 13 سالگی می‌پوشیدم. خیلی فعالیت کردم و
در سن 18 سالگی به عنوان یک معمار مشغول کار شدم و اولین پاساژ کاشان رو سرای حجاریان در اون زمان من در واقع پاساژ رو در 18 سالگی ساختم. یعنی هنوز خدمت سربازی نرفته بودم که بیش از 20 نفر استاد بنا داشتم، مسجد می ساختم، کار مرمتی انجام میدادم، پاساژ می ساختم، خونه می ساختم و به هر حال خیلی علاقمند بودم به عرض کنم که کار معماری. معماران سنتی که آموخته‌هایشان حاصل یادگیری فنون نزد کهنه‌کاران این حرفه است، در مواجهه با دانش امروزی لازم است تجربه‌های نوینی را فراگیرند. دانش مرمت در روزگار ما وابسته به فراگیری تجربه پیشینیان است و علاوه بر آن کسب مهارت در زمینه علوم معاصر و یافته‌های تازه. عرض کنم که در سن 28 سالگی شروع کردم تحقیق پیرامون ارزش‌های معماری، اصول اربعه معماری، رسمی بندی، قطار بندی، عرض کنم یزدی بندی، گره سازی و اینها. شروع کردم به تحقیق و بررسی و اینها و خلاصه در سن 29 سالگی اولین کتاب قوس‌های معماری ایران رو نوشتم که یعنی حدود 34-35 سال پیش، که خب سالهاست توی دانشگاه‌های کشور ازش بهره برداری می‌کنند و درس میدن. کتاب گره ها و قوس ها در معماری اسلامی، اولین کتابی که طاقه‌های معماری رو جمع‌آوری کردم. همه طاقه‌های معماری رو با رمز و رموز ساختش به هر حال به عرض کنم که عرصه بازار هنر و معماری برای تحویل دادم. ارتباط دانشگاه با معماران سنتی و ارتباط دانشجویان با این کهنه‌کاران امکان انتقال تجربه و زمینه بالندگی را برای هر دو گروه سنتی و مدرن پدید می آورد. بستر مناسبی که می تواند زمینه این گونه تبادل‌ها را فراهم آورد دانشگاه است. یکی از اتفاقات بسیار جالب این هستش که دانشجویان از کنم که رشته معماری دانشگاه کاشان الان اومدن توی شهرستان دارن خانه ها رو مرمت میکنن. یعنی دانشجو فارغ التحصیل شده مستقیم به مرمت کار شده. اصلا این غیر ممکن توی کشور نداریم، چون توانمندی کارونر دانشجوی معماری باید بیاد توی بازار کار سالها کار کنه. چرا موفق شده اون دانشجو خیلی زیبا داره مرمت میکنه؟ نه یه دونه، تعداد زیاد دانشجو داریم الان توی پروژه های تاریخی دارن کار مرمتی انجام میدن، مدیریت میکنن و به عنوان معمار مشغول هستن. گاهی از من بهتر دارن کار میکنن. چی باعث شده؟ خب زمانی که ما کار مرمت رو انجام میدادیم در این 25 سال گذشته مرتب دانشجوهای معماری می آمدن توی پروژه ها. خود من 12 سال که دانشگاه کاشان رشته معماری سنتی رو تدریس کردم. از کجا میرودیش جابجا میشه از اونجا میاد داخل. درس من توی دانشگاه کاشان هنرهای وابسته به معماری بود. از خاک شروع کردیم و بعد دیوار، سازه، انواع طاق‌ها، بعد تزئینات معماری، کاربندی، اصول اربعه معماری. لذا یک دانشجو شد یک معمار به تمام معنا زمانی که فارغ التحصیل میشد و همین واقعا یکی از موفقیت‌های که الان این قضیه داره هر روز بهتر و بهتر داره پیش میره. در سده اخیر که شتاب نو شدن بر همه شونات زندگی مردم سایه افکنده، بخش مهمی از بافت‌های تاریخی و آثار ارزشمند درون آن ویران شده و فقط عناصری از آن مجموعه‌های زیبا باقی مانده است. اکنون نیز با غفلتی مضاعف ممکن است همین تک‌بناهای ارزشمند در اثر بی‌توجهی نابود شوند. مرمت این آثار سبب حفظ ارزش‌های نهفته در ساختار این ابنیه می شود. ارزش‌هایی که ریشه‌ای دیرینه در فرهنگمان دارند. تحقیق کردیم چه ارزش‌هایی داره خانه‌های تاریخی، چه ویژگی‌هایی داره که دنیا نظر داره بهش. خب اومدیم گفتیم معماری ما معماری درونگراست. یعنی چی درونگراست؟ یعنی هر چی از درون خودشه. شما بیرون خانه عباسیان به عنوان ارزشمندترین اثر تاریخی مسکونی دنیا می‌بینید دیوار کاگلی ساده است. میای درون می‌بینید اوه چه عظمتی.
خب خودنمایی نمیکنه بیرون، داخلش ارزشمنده. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. معماری درونگرا یعنی چی؟ چه ارزشی داره؟ 800 تا خونه تو کاشون داریم تاریخی، یه دونه پنجره بیرون نداره. آیا میتونیم تو معماری امروزه خونه‌ای بسازیم که پنجره بیرون نداشته باشه؟ هرچی از درون خودشه. خونه‌هایی که امروزه ساختن، شما صبح از خونت میای بیرون، صدای دوش همسایه رو میفهمی، عذر میخوام، صدای سیفون توالت همسایه رو میفهمی، ظهر میری خونه، بوی ناهار غذای همسایه رو متوجه میشی، مادره با بچهش دعوا میکنه، آقای با زنش بحث میکنه، میفهمی. اما خونه‌های تاریخی اصلا درونگراست. این ارزش رو میتونیم بیاریم تو معماری امروزه؟ بله میتونیم. یه دفتر کاری داشتم، فروختم، آمدم یه قطعه یه خونه خرابه 180 متری، یه خونه پهلوی خراب شده توی محله کوچه صفی کاشان خریدم. یه طرح معماری اصیل، حیات مرکزی و گودال باغچه‌ای، متناسب و هماهنگ با معماری کاشان، اما متناسب برای زندگی امروز، با 11 ارزش و ویژگی معماری سنتی توش آوردم تحت عنوان خانه محبوب. اسمش گذاشتم خانه محبوب. اون رو طراحی کردم. میراث فرهنگی گفت نه آقای هلی، ما نمیتونیم، ارتفاع 6 متره، باید بشه 4 متر. گفتیم ارتفاع 6 متر، آب انبار روبرو 6 متره، خونه های قدیم 6 متره. خب به هر حال میراث فرهنگی متقاعد کردیم. شهرداری، مدیریت شهرداری مخالفت میکرد، به خصوص شهرسازان شهرداری. گفتن نه ما حق نداریم، ما قانون داریم، اینقدر درصد زیربنا، اینقدر درصد حیات، نمیتونیم حیات مرکزی. گفتیم نه شما اشتباه میکنین. اینها رو دعوت کردیم توی محل، توی باف، گفتیم ببینید اون زمانی که ما مرمت خانه ها رو آغاز کردیم شما موافق نبودید، میگفتید پول خرج خشت و گل نکنید، اشتباه میکردید. ارزش این کار ما امروز، یقین بدونید، کمتر از ارزش کار مرمت نیست. اونها رو دیگران ساختن، ما اداشون رو در آوردیم، مرمت کردیم. این رو ما میسازیم. ما میخوایم فرهنگ تو کشورمون بسازیم دیگه. خب خوشبختانه شهرداری متقاعد شد، اولین پروانه خانه محبوب صادر شد. محبوب 3، محبوب 4 و خوشبختانه برای اولین بار توی ایران این فرهنگ هم انشاءالله داره جا میفته. البته این موضوع رو هم باید شهرداری همکاری کنه. هنوز همکاری شهرداری تو این زمینه ضعیفه، گرچه همکاری میکنه. و هم میراث فرهنگی. با اتکا به دانش نوین آیا می توان از مصالح مدرن در بناهای سنتی استفاده کرد؟ بناهای تاریخی که مرمت میکنیم اصولا حق نداریم در کنار خشت که یک مصالح نرم، مصالح صلب کار کنیم. مثلا یه تاقی نصفش ریخته، خب این ریخته دیگه، این خشته، در کنارش بیایم آجر بتون کار کنیم، این اصلا جوابگو نیست. این ناهمگونی خودش باعث تخریب میشه. مثلا بیایم تیراهن کار کنیم، دیوار رو تو بعضی از جاها من مقاومه سازی کردن، به اصطلاح دیوار رو پاره کردن، نبشا رو پاره کردن، توش آهن نصب کردن، با تیراهن کلاف کردن. خب توی زلزله وقتی لگد بزنه این آهن تا کف زمین رو تخریب کنه، اسکلت میمونه وسط ولی اثر رو از بین میبره. اصلا منطقی نیست و دنیا هم این رو تایید نکرده. منشور آتن هم این رو تایید نمیکنه. اون در واقع مصوبه بین الملک توی آتن سالها پیش کارشناسان دنیا نشستن روش بحث کردن، اصلا تایید نمیکنه این رو. ما حق نداریم این کار رو بکنیم. اما گاهی یک اثری، مثلا یک خانه یک طرفش خراب شده، تا کف زمین سالها پیش خراب شده، هیچ آثاری از ساختمان نیست، اما این ساختمان بوده، عکس داریم، نقشه داریم، یه آثاری بر در دیواره قدیم هست، قرینش رو داریم، این رو میخوایم بازسازی کنیم. این دیگه منطقی نیست ما بیایم با خشت و گل کار کنیم، هیچ منطقی این رو نمیپذیره. ما دقیقاً همون نما رو میخوایم برگردیم دیگه، بسازیم با همون سبک و سیاق، با همون گنبد، با همون قوس باید بسازیم دیگه. میخوایم برش بازسازی میکنیم، نوسازی نمیکنیم. اون بازسازی رو باید شناژ ببندیم، شناژ قائم اجرا کنیم، با آجر و سیمان کار کنیم، تاق رو میپوشیم، روی تاق هم مش میندازیم، دال اجرا میکنیم و 100% ضد زلزله و نماش رو دوباره تزییناتش رو عین هم کار مثلا قرینش یا کار قبلی خودش اجرا میکنیم. اما توی بناهای قدیم باید خیلی مواظب باشیم مصالح ناهمگون و صلب کار نکنیم. در زمینه مقاومه سازی نه دیگه، باید ببینیم که آیا چی توی دنیا هست.
الان انواع و اقسام مساله نرم اما مقاوم آمده. تو این زمینه باید علمش رو پیدا کنیم و عمل کنیم. قدیمیا اگر یه خشت کار کردن روی حساب و کتاب و فلسفه بوده. شک نکنیم همه کاراشون رو حساب بوده. خب این خانه رو 2 قرن پیش ساختن برای زندگی و امروز به عنوان افتخار ملی ما ایرانی ها به دنیا داره معرفی میشه. آیا آثاری که ما امروز خلق میکنیم 200 سال آینده واقعا افتخار ملی ما خواهد بود؟ این ساخت و سازهایی که ما الان داریم 200 سال دیگه، 100 سال دیگه، 300 سال دیگه واقعا به عنوان یک اثر هنری مطرح خواهد بود، ارزش ماندگاری خواهد داشت. این خیلی مهمه واقعا. چیکار کردن اینها؟ چی بودن؟ اگر اینها معمار بودن ما چی هستیم؟ اگر ما معماریم اونها چی بودن؟ خدا رحمت کنه مرحوم حاجی رضای عشق‌آبادی از معماران برجسته یه شعر داده، روی قبرش نوشته هنر اکنون ز دل خاک طلب باید کرد، وون که اندر دل خاکند همه پرهنران. همه عمر من از بحر هنر کوشیدم، غافل از آن که ندارم ز هنر هیچ نشان. حالا ببینید مرحوم عشق‌آبادی نه اینکه بخواد شکست نفسی بکنه، واقعیت رو گفته. وقتی نگاه میکنه این مرد بزرگ نگاه میکنه به معماران 100 سال قبل از خودش این خانه رو ساختن، این آثار رو خلق کردن. نگاه میکنه به معمارانی که 1000 سال پیش مسجد جامع اصفهان رو ساختن، معمارانی که 500 سال پیش مسجد شیخ لطف‌الله رو ساختن، اون میدان نقش جهان رو ساختن. نگاه میکنه اون زمان با این ابزارالات اولیه، این امکانات امروزه تکنیک و تکنولوژی امروزه واقعا نبوده. با اون امکانات اولیه در اون زمان دانشگاه هم نبوده، این علوم امروز هم نبوده، این آثار رو خلق کردن. لذاست میگه که من از هنر هیچ نشانی ندارم. وقتی مقایسه واقعا همینطوره. حالا ما که دیگه هیچی، ما که دیگه اصلا طفل راه معماری هم به حساب نمیایم. اگر باشیم طفل راه معماری هستیم. برای حفظ یادمان‌های زمان است از دست دادن فرصت حتی برای 1 روز هم دیر است، زیرا دست فرسایش روزگار بی‌وقفه در کار است و غفلتی کوتاه گاه سبب خسارتی جبران ناپذیر می شود. تاکنون نیز یادمان‌های بسیاری را از دست داده ایم که شوربختانه گاه تصویر از آنها باقی نمانده. این فقدان و خلأ حفره‌هایی در یاد و خاطره مردم باقی می‌گذارد که رفته رفته به فراموشی می‌انجامد. پرورش یافتن نسلی بی رؤیا و خاطره که تعلقی به گذشته ندارد که اکنون به صدا در آمده و متولیان فرهنگ بایستی چاره‌ای برای آن بیندیشند.